چطورید؟ من شایان گیمی هستم. امروز اومدیم با بازی فیفا 21 کریر نجات منچستر یونایتد. بچه‌ها لطفا این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله برقش آن کنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید. و بچه‌ها من کارهای اولش رو انجام دادم، فقط تیم رو انتخاب میکنیم. تنظیمات ورد کلاس 6 دقیقه دلار 500 میلیون و ادوانس رو میزنیم تا بیاد و بریم سراغ کریر نجات منچستر یونایتد. خب فکر کنم الان بیاد. خب ما اینجا اینو میزنیم اوکی و بریم اسکیپ میزنیم. من اصلا اینو انجام نمیدم. اوکی خب بریم سراغ اول ترکیب تیم. باید یه چند تا بازیکنش رو تغییر بدم. اینجا CDM، اینجا CM CFLMR. خب اینجا میایم آقای رشفورد گرین‌وود که باید یه بازیکن بهتر جاش بیارم. اینجا CM و آقای مکتومنی رو میذاریم اینجا و بعد آقای پوگبا رو وارد ترکیب میکنیم و آقای دخان میاریم داخل تیم. خب بریم سراغ ترکیب اصلی. الکس تلس و لوشا میذارم داخل. تنیس فقط LB بازی میکنه. باید یک جایگزین برای هری مگوایر و ایشون بیارم. مگوایر عقبکی میده 50 پیسش. یه RW میخوام، یه دو تا هم CB. بقیه بازیکن خوبه. یه CM هم بگیرم اوکیه. حالا نه CM با فرد اگه اذیت کرد حالا بعدن براش جایگزینی پیدا میکنم. خب اول برای جایگزین گرین‌وود آقای لامین یامال رو من ساختم و میخوام به تیم بیارم. آقای لامین یامال. خب میذاریمش. بخشید بچه ها من حساسیت دارم و الان زیاد حالم جالب نیست ولی اومدم که ویدیو بگیرم. خب برای آردبلیون که لامین یاماله یکم فقط باید بازیکن‌های ارزون قیمت برای CBM انتخاب کنم چون لامین یامال گرونه. 200 میلیونش نکنم باشه. من برای CB آقای رودیگر رو میخوام بخرم. آنتونیو وارانم خوبه. بذارینم رودیگر و واران رو بگیرم. خوبه فکر کنم. رودیگر رو بزنم. سرجیو راموس پیره. واران رو میگیرم. بعد اینم از چلسی میخرم. رودیگر رو رافائل واران کوش. واران ناشش. رافائل واران بازیکن 27 ساله فرانسوی تیم رئال مادرید. خب میایم پریمیر لیگ رو پیدا میکنیم. پریمیر لیگ و تیم چلسی دفاع آقای رودیگر. آنتونیو رودیگر رو میخوایم بخریم. اونش 81-82. خب CM حالا فرد بعدا یه جایگزینی باش پیدا می‌کنم. لامین یامال 470 کل پولمو بدم یامال که خیر کار نمی‌کنم. خب 209 میلیونه. ما 700 میلیون پول داریم. براش 250 میلیون میدم. آره یامال 250 میلیون لامین یامال. واران 65 میلیونه. رافائل واران 65 میلیونه میدم. 80 میلیون پیشنهاد. میگه 93 میلیون اوکی زیاد نیست. 93 میلیون میدم. و آقای رودیگر که بهش 50 میلیون
70 میلیون پیشنهاد میدم، چون میترسم ریجکت بکنه. اوکی آقای رودیگر من میخوام فیکس بازی بدم جای مگویر رو چیزا. اوکی 5 ساله میخوام باش قرارداد ببندم، قبول میکنه. چپ و 100,000 تا میدیم، 100,000 تا و قبول کرد بیش آقا لامین یامال. فیکس 5 ساله. یامال بیاد تو تیمم اوورالش بعد چند سال زیاد میره بالا و وقتی که بره بالا هیچ تیمی پول خریدش رو دیگه نداره، به خاطر همین میمونه تو تیم. باید بعدم باش تمدید کنم. خب رافائل واران دیگه 4 ساله، من 5 سالش میکنم. اگه بده 1 سال 2 ساله میتونی، 1 سال میتونی روش بذاری. چپیه رو میکنیم و 230,000 تا خودش میگیره. ما 200,000 تا یا 400,000 تا میدم و رافائل واران هم به تیم اومد. اوکی بگیم ترکیب بچینیم. گیریم بود بره بیرون یامال، واران و رودیگر. اوکی این از تیم ما. گرین وود رو میارم، تعویضی میذارم آقای گرین وود چون خوبه، واقعا خوبه. خب کاپیتان آقای لامین یامال، پنالتی لامین یامال، این راست یامال بزنه. خوبه دیگه بقیه‌شم اینو باید بدم به یامال، اینم فرناندز بزنه. اوکی این از این. بریم سراغ درست کردن شماره ها. خب کابانه 7. اوکی به یامال 10 بدم، رشفورد 12. یامال 11 میدم. یامال 11 گرم 12. اوکیه براش. بیایم سراغ دفاع آقای رودیگر. شماره 2 مال کیه؟ 2 مال ایشونه و وارانم که شماره شماره 2 از رودیگر میگیرن، شماره 5 رو به رودیگر میدم، شماره 5. اوکی حالا اینم از این. و بچه ها اگه پارت بعدی میخواین لایک های این ویدیو رو به بالای 20 برسونید تا پارت بعدی با گیم پلی رو بذارم. مرسی تا آخر ویدیو با من بودین و خدا نگهدار.